کمبریج اومده کلمه 2025 رو انتخاب کرده. Parasocial relationships. یعنی رابطه یک طرفه شما با یه آدم خیلی معروفی که از وجود شما هم خبر نداره، ولی شما اینقدر این آدم رو مورد پرستش قرار میدی که دیگه از حالت خوش اومدن و خوشت اومدن طبیعی داره خارج میشه. این دیگه یک رابطه لایک و ریلیشنشیپ نیست، parasocial relationshipه. به خاطر همین پیشوند کلمه پر داره، P-A-R-A، parasocial relationship. یه مثال خیلی خوب که قابل لمسه آقای آیسان اسلامیه که شما دیدید نزدیک فکر میکنم این حدود 10-12 میلیون نفر فالوور دارن و این فالوورهاش خیلی احساس همزاد پنداری و یک جوری الگو قرار میدن ایشون رو برای خودشون. این رابطه دیگه یک رابطه معمولی نیست، یه رابطه پراسوشاله، فرا اجتماعیه. این رابطه ها به علاقه افراطی منفی ختم میشه عموما. پس اینم کلمه 2025 parasocial relationship.